چه خبر؟ بچه ها ما داریم میریم به مکان تصویر شده و ترسناک و بلافاصله که رسیدیم به اونجا دوباره ویدیو رو شروع میکنیم و تا برسیم به اونجا واقعا سرده. بچه ها تقریبا رسیدیم. خب رسیدیم و میکروفون رو باشه. بچه ها ما تقریبا داریم میرسیم اینجا. تقریبا ته علامه است، علامه عطار شاهینشهر. خونه خیلی ترسناکه واقعا. بالا 150 سال کسی داخلش نیست. الان بعد چند دقیقه دوباره برمیگردیم. آره خداحافظ. بچه ها رسیدیم. نرفته خواستیم بریم سر دیوار سلام. دوستان سال بچه ها اون فیلم بردارمونه، اون ترک کنمونه، اون دوستمونه. البته یه لحظه بده بچه ها ببینم میدونین یا نه. بچه ها واقعا خیلی ترسناکه. یکی بیاد گوشو برداره اونجا بکشونه. بچه ها بریم. ولی بچه ها دارم میگم این ویدیو اگه 20 تا لایک، 20 تا سابسکرایب و 20 تا کامنت بگیره یه لحظه گوشو گفتم سب کن. گفتم سب کن علی جان لطفا. یه لحظه سب کنین آقا. سب کنین راستی یه ذره گوشو بچرخون. بچه ها دیدین به شما داریم میدونیم بچه ها چون یه صدایی اومد. غیر این صدا دوست و اسکال خودم گوشی شکست. بیشور گفتم با گوشی نده. صدا اومد. بچه ها این ویدیو همینطور که گفتم 20 تا لایک، 20 تا سابسکرایب. بچه ها اینم یه نمای دیگهش. اینم بچه ها چیزی که رو دیوارشه بشن. الله اکبر. اینا شاید یه دعایه. نه همچه دعایه. سر از عربی در نمیارم. سب کن. و اگر هر گفتم 20 تا لایک، 20 تا سابسکرایب و 20 تا کامنت بگیره ما بریم داخلش. ولی اینطوری 4 تایی نه 5 تایی. یکی از دوستا سب کن لطفا. یکی از دوستا دیگه مونم میاریم و بریم داخلش. و لطفا این کارو بکنید که ما بریم هر چی داخلش هست کشف بکنیم. و بچه سب کن علی جان لطفا اگر این کارو بکنید دمتون گرم. خراب بگی بیشی بچه ها بذاری الروح این ور بهتون نشونش بدم. بسه با اصلا هیچی هست. ببینیم خونه اینه. ببینیم زیر شیرونی داره. این هم ماهه ببینید. خیلی خوب بچه ها خدا نه ببینید پشیمون شدم این کار نمی کنیم. ما طی هفته دیگه یعنی 20 میایم داخلش اما ساعت 3 ظهر که روشن باشه. و خداحافظ. و الانم دوستام دارن دعوا میکنن سر این که باید همین الان بریم داخلش. نه خب خلاصه تا هفته دیگه بدرود.